سلام. توی سومین اپیزود از برنامه‌های تیک 5 قراره با هم دیگه بریم سراغ فیلم فایت کلاب. همراهمون باشید. اولین قانون فایت کلاب اینه که نباید در موردش صحبت کرد. دومین قانون فایت کلاب اینه که نباید در موردش صحبت کرد. امروز حسابی می‌خوایم این دو تا قانون رو با هم دیگه بشکنیم. فیلم فایت کلاب الان توی IMDb ریتینگ 8.8 رو داره. دهمین فیلم برتر محسوب میشه و کلا سرتاسر دنیا خوب طرفدار داره. فیلمیه که خوب دیده شده. امروز یکم بیشتر در موردش با هم صحبت می‌کنیم، در مورد مفاهیمش و اینکه چه حرفایی پشتش هست. کارگردان فایت کلاب یکی از کارگردان‌های بزرگ، صاحب سبک و صاحب نام فعلی سینماست، دیوید فینچر، که فیلم‌های خوب دیگه‌ای هم به جز فایت کلاب ساخته، از جمله فیلم 7، فیلم سوشال نتورک، فیلم د گیم که شاید یه روزی در مورد اینا هم با هم دیگه صحبت کردیم. اما چرا ما از بین فیلم‌های دیوید فینچر رفتیم سراغ فایت کلاب توی این اپیزود؟ فایت کلاب جالبه براتون بدونید که زمانی که اکران شد شکست خورد. هم منتقدین در موردش بد میگفتند اکثرا و هم فروش پایینی داشتش، حتی هزینه‌های تولیدش رو هم در نیاورد. اما به مرور زمان، به خصوص وقتی که دیویدیش تولید شد و وارد بازار شد، جبران کرد شکستش رو، به مرور طرفدارهای خیلی زیادی برای خودش پیدا کرد و کم کم تبدیل شد به یک اثری که بهش میگیم کالت. اما به چه اثری میگیم کالت؟ مختصر و مفید این که اثری که طرفدارهای پرپاقرصی داشته باشه، تاثیرگذاری فرهنگی کرده باشه رو محیط اطرافش و افرادی باشن که تمام جنبه‌های این اثر رو دنبال بکنن، پیگیری بکنن. این به نوعی میشه اون وقت تعریف کالت. کالت بودن صرفاً کالت بودن به معنی خوب یا بد بودن یک اثر نیستش. به این معناست که اثر تاثیرگذار و مهمیه. ما هم رو همین حساب فایت کلاب رو انتخاب کردیم. بگذریم از این که اثر بسیار خوب و خوش ساخت و قابل تحسینی هم هست. فیلم فایت کلاب داستان زندگی مردی رو روایت میکنه که یه زندگی نرمال و از پیش تعریف شده ای داره، تا اینکه یه روزی با یه کاراکتر جدیدی به نام تایلر داردن آشنا میشه. تایلر که نقشش رو براد پیت بازی میکنه، کلا نگاه این آدم رو به اطرافش، به زندگیش عوض میکنه و سعی میکنه جنبه‌های مختلفی از خودش رو بهش نشون بده که تا حالا بهش توجه نکرده بوده. بیشتر از این بخوام داستان رو توضیح بدم خراب کردم فیلم رو براتون. ببینید بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم. فیلم فایت کلاب رو میتونیم از چند جنبه بررسیش بکنیم. یکی از دیدگاه فردی هستش. توی فایت کلاب بحثی که مطرح میشه بیشتر مبتنی بر فلسفه یونگ هم هستش. اونم اینه که هر آدمی وجوه مختلفی داره. پشت اون ظاهر اتو کشیده، پشت اون آدم چارچوب بندی شده قانون مدار، فرد عصیانگری هستش که ممکنه هر لحظه دست به ویرانگری بزنه، ممکنه هر لحظه بخواد دست به آشوب بزنه و این سرکوب شده توی وجودش. فایت کلاب یه نگاهی از بابت فردیت داره به این داستان‌ها، در مورد من پنهان در پشت ظاهر آدم‌ها، در مورد جنبه‌های سرکوب شده فردیشون، وجوه متضادی که دارن. نهایتاً این که فایت کلاب از دید فردی یه جورایی در ستایش اون تک فرصتی هستش که به اسم زندگی در اختیار هر کسی قرار میگیره و توصیه به این که زندگی رو واقعاً زندگی بکنه هر کسی. از یه منظر دیگه هم میشه فایت کلاب رو بررسی کرد، اونم رویکرد سیاسی اجتماعیشه. فایت کلاب مختصر و مفید بخوام بهتون بگم فیلمیه که علیه زندگی برنامه‌ریزی شده است، علیه تبلیغاتیه که از طرف رسانه‌ها داره به خورد آدم‌ها داده میشه، علیه نظام سرمایه‌داری، علیه اون چارچوب‌هایی که اجتماع میاد به فرد تحمیل میکنه و از طرفی میاد مفاهیمی مثل وندالیسم یا آنارشیسم رو که حالا شاید یه روز مفصل‌تر در موردش صحبت کردیم به نوعی ترویج میده. فایت کلاب روی هم رفته فیلمیه که شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاد، اما چراش رو باید ببینید فیلم رو و بیشتر در موردش فکر کنید تا متوجه بشید. یکی از مهمترین ایرادهایی که به فیلم فایت کلاب میگیرن اینه که به صورت عریان خشونت رو ترویج میکنه. حتی جالبه براتون بدونید که بعد از اکران این فیلم کلوب‌های مشابهی هم تو دنیا تشکیل شدش. من ارجاعتون میدم به یه فیلم خیلی مهم تاریخ سینما، پرتغال کوکی استنلی کوبریک، که در مورد اون هم دقیقاً همین حرفا زده میشد. حتی از اکرانش توی انگلستان هم جلوگیری شد. فایت کلاب هم همونجور که فینچر و سایر عوامل بارها تو مصاحبه‌هاشون گفتن، داره میاد وجه‌هایی از اجتماع و فردیت رو نشون میده که وجود داره، علیرغم تمام زشتی‌هاش وجود داره و این نشون ندادنش دلیل نمیشه که بخوان روش سرپوش بذارن به نوعی و ازش بگذرن. باید نشون داده بشه و باید بهش توجه بشه. فایت کلاب یه همچین رویکرد و همچین نگاهی داره. تایلر داردن چند تا شغل مختلف رو داره توی این فیلم. از جمله مهمترینش اینه که میگه من صابون میسازم و میفروشم. صابون به وضوح نماد پاکسازی اجتماع هستش. صابونی که از چربی ها و ضایعات و کثافت ها ساخته میشه و خودش این ضایعات و کثافت ها رو قراره از بین ببره. بیشتر توجه بکنید به مفاهیمی که گفتم، بهتر میفهمید رویکرد فیلمساز رو در استفاده از این سمبل. فیلم فایت کلاب از اون فیلم هاییه که به خاطر همون کالت بودنش کلی جمله به یاد موندنی به جا گذاشته از خودش. یه چند تایی از اینا رو گوش بکنین، با ارزش.
ما چیزهایی رو میخریم که بهشون احتیاج نداریم، با پولی که نداریم برای تحت تاثیر قرار دادن آدمهایی که دوستشون نداریم. این زندگی شماست که دقیقه در حال تموم شدنه. تو شغلت نیستی، تو مقدار پولی که تو حساب بانکیت داری نیستی، تو ماشینی که سوار میشی نیستی، تو محتویات کیف پولت نیستی و تو لباسی که میپوشی نیستی. همه ما توسط تلویزیون جوری تربیت میشیم که باور کنیم قراره یه روزی میلیونر بشیم یا قهرمان فیلم ها، ستاره های راک. اما همچین قراری نیست و ما داریم به آرومی این رو یاد میگیریم و از این موضوع خیلی عصبانی هستیم. یکی از نکاتی که فیلم فایت کلاب رو به شدت متمایز میکنه از فیلم های دیگه، شیطنت ها و ریزکاری هایی که کارگردان و عوامل سازنده انجام دادن توی فیلم. توجهتون رو جلب میکنم به همون اولین سکانس، همون وارنینگ اخطاری که اول همه فیلم های دیگه میاد، تو فایت کلاب متفاوته. بخونیدش، وقت نداریم در موردش بخوام کامل بگم. یا بارها ظاهر شدن تایلر داردن حتی قبل از اینکه شما کاراکترش رو بشناسید، اینا همه پشتش فکر بوده، همه حساب کتاب بوده. خیلی نکته داره فیلم فایت کلاب. از دیدگاه فیلم سازی هم حتی فیلم مهمی هستش که در موردش زیاد صحبت میشه. از این دیدگاه هم یه نگاهی بهش داشته باشید. فیلم فایت کلاب بر اساس کتاب پرفروشی به همین نام نوشته آقای چاک پالانیوک که ما 40 تا برداشت گرفتیم تا اسمشو بگم الان نوشته شده. شاید براتون جالب باشه بدونید که نویسنده توی مصاحبه‌هاش گفته که من از فیلم بیشتر از کتابی که نوشتم خوشم آمده. خودش هم توی نوشتن فیلمنامه نظارت مستقیم داشته. دوست داشتید توصیه میکنم کتابش رو هم بخونید. اگر از فایت کلاب خوشتون اومد، از این 3-4 تا فیلم هم خوشتون میاد. یکیش فیلم د گیم هست که خود فینچر ساخته. یکی دیگه فیلم پرتقال کوکی استنلی کوبریکه که توی صحبتام بهش اشاره کردم. فیلم بعدی فیلم وی فور وندتا هستش، حتما ببینید، بسیار خوش ساخته. و فیلم دیگه ای که خوشتون خواهد اومد فیلم دارک نایته. این 4 تا رو هم ببینید. امیدوارم که توی این زمان کم تونسته باشم مشتاقتون کرده باشم به اینکه وقت بذارید ببینید فیلم فایت کلاب رو که فیلم با ارزش رو. اولین قانون یاد رفت. دیوانه. اینو میگفتم خدمتتون قبل از این داستان، اونم این که ببینید فیلم فایت کلاب رو ببینید. هم فیلم خوبیه، هم خوش ساخته، هم حرفای زیادی داره برای گفتن و از تایمی که براش میذارید پشیمون نمیشید. یه نکته‌ای هم خدمتتون بگم، اونم اینه که ما هفته آینده به مناسبت اینکه سال جدید داره شروع میشه 2 تا اپیزود همزمان داریم تولید میکنیم، براتون پخش میکنیم. حدود 20 تا فیلم رو معرفی میکنیم همزمان بهتون که برای عید یه خوراک خوب داشته باشید. میبینیمتون تو اپیزود بعدی.